یه سوال دیگه، این بیزینس برای چه افرادی مناسب نیست؟ واقعیت اینه که برای فردی که بخواهد، روی فعل خواستن تاکید میکنم، برای فردی که بخواد و عزمش رو جزم کرده باشه که این بیزینس رو انجام بده، با هر شرایط خانوادگی، با هر بودجه‌ای، با هر مقدار زمانی در طول روز، این بیزینس کاملا انعطاف پذیره و مناسبه. منتها برای افرادی هم هست که این بیزینس مناسب نیست. افرادی که انرژی منفی میدن، افرادی که دائم حرف از نتونستن و نشدن و اینا میزنن، افرادی که با پشتکار و با اراده نیستن و به محض اینکه به یک مانعی میخورن کار رو رها میکنن، به جای اینکه به فکر برداشتن اون مانع باشن، به جای اینکه به فکر حل کردن در واقع حل کردن معضلاتی باشن که سر راهشون قرار میگیره، به جای اینها میرن کویت میکنن، میرن کار رو ول میکنن، نه این مال ما نیست، این جواب نمیده و دائما دارن سیگنال منفی به اطرافشون میدن. این بیزینس واقعا مناسبشون نیست.